بنده امیر فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومن؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. سلام، بنده امیر فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که برای اولین بار افشا بکنیم سندهای ملک‌های نجومی حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران، پاداش‌های نجومی اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی و وام‌های میلیونی که پدر داماد آقای روحانی یعنی آقای بهشتی از بانک‌های مختلف دریافت کرده. اسناد و مدارکش رو به شما نشون میدیم. مدیران و اشخاص سیاسی و دولتی که قبل از انقلاب یعنی قبل از 1358 حتی یک چوب کبریت هم نداشتن، چجوری بعد از انقلاب به ثروت‌های میلیونی و میلیاردی با پول نفت و پول این مردم رسیدن. همه اسناد و مدارکش امروز در طول این مستند به شما نشون میدیم. اما قبل از اینکه این اسناد و مدارک رو به شما نشون بدیم، اول بریم سخنرانی آقای روحانی راجع به فساد و سیستم فساد اداری بشنویم که کسی که دم از فساد میزنه، دم از قانون و قانون مداری میزنه، خودش چجوری سال 1368 790 متر زمین گرفته. اول بریم سخنرانیش رو ببینیم، برگردیم تا من اسناد و مدارک این ملکی که دریافت کرده رو به شما نشون بدم. حالا من کاری ندارم اگر یک فسادی هم گوشه‌ای هست، بعضیا مثل این که بالا پایین کردن فساد براشون لذت بخشه. اگر یک دستگاهی وامی داده و اون پول شده بدهی معوق، نمیدونم چرا بعضی از رسانه ها خودشون میاد بدهی معوق رو بگن اختلاس. حالا بعضی هم ظاهرا توجه دقیق نمی کنن به لغت ها، به عبارت ها، با اونچه به کار میره. اگر یک فسادیه اون رو مبارزه کنیم، نه اینکه اون بزرگ کنیم، نه اینکه جوری تبلیغ کنیم که عادی سازی دارن بعضیا میکنن. بعضیا دارن فساد رو عادی سازی میکنن در جامعه. حواسمون باید جمع باشه. تشییع الفاحشه که قرآن میگه برای اینه، کار بد رو نباید شیوع داد. چرا قرآن میگه اگر یه نفر یه گاهی کرد گناه کرده، اگر به دوستش گفت من این گناه کردم شد 2 تا گناه، اگر به جمعی از دوستانش گفت من این گناه کردم شد 100 تا گناه، اگر تو روزنامه آمد گفت من گناه کردم میشه میلیون ها گناه. اگر کسی گناهی کرده باید با خدای خودش توبه کنه، اگر حق و ناسه باید بره ادا کنه، نه اینکه جار بکشیم تو خیابون ها، اون هم به دروغ. نباید عادی سازی کنیم. این کشور اسلامی است. بله. دیدید دیگه، هر موقع بخواد کسی ازشون انتقاد بکنه ربطش میدن به امام و انقلاب و اسلام. بعد میاد میگه که اگر کسی این فساد رو توی رسانه ها بگه میلیون ها گناه کرد. یعنی ما اگر بیایم بگیم که آقای روحانی که سندش رو روی صفحه میبینید سال 1368 790 متر زمین رو 2,320,000 تومان خریده، یعنی متری 3,000 تومان، میلیون ها گناه کردیم. زمینی که رفته از سازمان نوسازی اراضی تهران خریده به صورت نقد و اقساط 12 ماهه که بیش از 70 برابر ارزش واقعی زمین رو خریده. چقدر؟ زمینی که ارزشش 19 میلیارد تومان بود در حال حاضر. یعنی اگه بخوایم حساب بکنیم این اسمش فساد نیست چیه؟ اون موقع شما چه سمتی داشتی سال 68 آقای روحانی که همچین زمین رو نزدیک به 800 متر زمین رو با تقریبا متری 3,000 تومان 800 متر زمین رو توی شهرک قدس 2,320,000 تومان خریدی. حالا سند رو بخونیم ببینیم چیه. نوشته
سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران ثبت سند شده به شماره 1392 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به مدیریت آقایان مسعود نورانی و محمد رضا سیفی به نشانی تهران فلان فلان، گفته که آقای حسن روحانی فرزند اسدالله به شماره شناسنامه 78 صادر از سمنان به نشانی تهران نارمک میدان 92 نقش کوچه 8 پلاک 10/2، بقیهش نامفهومه. گفته که طرف قرارداد ایشونه. گفته که اما موضوع قرارداد عبارت است از واگذاری تمامی 6 دانگ پلاک ثبتی به شماره فلان یک قطعه زمین ویلایی واقع در شهرک قدس به شماره 1665 به مساحت 790 متر مربع طبق نقشه تفکیکی زمینه پیوست میشه. بعد ارزش زمین رو هم گفته که مبلغ 2,320,000 تومنه که مبلغ 1.5 میلیون تومن اون رو نقدن داده و مبلغ 870,000 تومن اون رو در 12 ماه به صورت اقساط ماهیانه مساوی از طریق خریدار به فروشنده پرداخت میشه که سررسید اولین قسط اون 15 مهر ماه 1368. یعنی سازمان نوسازی زمین رو به 70 برابر قیمت پایین‌تر به اینا فروخت. این تازه یکیش بوده اومده بود. آقای رئیس جمهور، با جناب آقای جهانگیری در مناظره فرمودید که نقطه سیاهی تو پرونده ما اگه کسی پیدا کرد جایزه داره. سوال، اولا نقطه سفید توش به ما نشون بدید. دو، جناب آقای رئیس جمهور، شما نفرمودید که بستگان نزدیک شما وقتی وام 400 میلیاردی با بهره 0% میگیرن این نقطه سیاه یا سفیده؟ آقای رئیس جمهور نفرمودید وقتی توسط باند سرخه‌ای ها آقای دانیالزاده بدهکار چند هزار میلیاردی به شعبه بانک ملت امارات معرفی میشن 1600 میلیارد تومان وام میگیرن با بهره 1%، اینو میارن در بانکی در چهارراه جهانگیر کودک سپرده میکنن با بهره و سود 20% و بعد خونه 16 میلیاردی برای زن برادر شما آقای دانیالزاده. البته فامیل بازی در دولت آقای روحانی زیاد اتفاق میفته. برید مستندهای قبلی ما رو ببینید در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده، میبینید که ما زیاد راجع به موضوع افشاگری کرده بودیم، اما حالا دامادش اینا بوده که در ماهای گذشته خودش جنجالای زیادی رو به پا کرده بوده که آقای روحانی فامیل بازی کرده بوده. اما پدر داماد آقای روحانی، آقای بهشتی، طبق سندی که برای اولین بار ما در اینجا نشون شما میدیم، وام‌های میلیونی و میلیاردی از بانک‌های دبی گرفته با سود 0% و تبدیلش کرده به ریال ایران و توی بانک‌های ایران با سود 17-18% سپرده گذاری کرده. با کدوم ضمانتنامه بانکی این وام‌ها رو دریافت کردن؟ اینا قشنگ بیان شفاف سازی بکنن. امثال شماهایی که قبل از انقلاب هیچی نداشتید دیگه. نه زمین داشتید، نه ثروت داشتید. اون از معاون اولتون آقای جهانگیری که ما چند روز گذشته سندش نشون مردم دادیم که زمین دریافت کرده بود از دولت اصلاحات، این از خود شما و سایر دولت مردا که میان با رانت و لابی ملک و املاک میگیرن با قیمت‌های پایین‌تر، املاک‌های نجومی دریافت میکنن. اما این معاون اول آقای اسحاق جهانگیری که ما چند روز پیش راجع به برادر ایشون هم صحبت کردیم، ایشون هم آدم باحالیه و میاد راجع به فساد صحبت میکنه در سیستم‌های اداری ایران و خودشون جالبه که پاداش‌های میلیونی دریافت کردن. اول بریم سخنرانی و صحبت ایشون رو بشنویم، برگردیم تا سند آقای اسحاق جهانگیری هم برای شما منتشر کنیم برای اولین بار. فساد تو این کشور وجود داره، متاسفانه بزرگ شده، به برخی از مسئولین بالای کشور رسیده. در دوره‌ای که میشد و میبایست جلو فساد میگرفتن نگرفتن. راه فسادم این بود که بدون تبعیض، بدون اینکه این به کدوم طیف وابسته است، صرف این که آلوده شده بود باش برخورد میشد. اگر با مسئولینی که دامن جمهوری اسلامی را آلوده کردن به فساد به موقع برخورد میشد، امروز اینجور نبود که مبارزه با فساد به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل بشه. خیلی از کسانی که امروز مدعی شدند و طلبکار شدند، وقتی که به
سیستم دوره مسئولیتاشون نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا بیشترین فسادها در اون دوران اتفاق افتاد. امروز هم راه همینه که با فساد بدون هیچ خط قرمزی، بدون هیچ تبعیضی برخورد بشه. این آقای جهانگیری خیلی آدم باحالیه. میاد میگه که خیلی از کسانی که مسئول بودن بعد مسئولیتشون ازشون گرفتن، وقتی میریم به مسئولیتاشون نگاه میکنیم بیشترین فساد سیستماتیک در دوره مسئولیت خودشون اتفاق افتاده. منظورش کیه؟ منظورش همون دولت قبلی که آقای احمدی نژاد و باند احمدی نژادیه. اما هیچ وقت همین آقای جهانگیری نمیاد بگه که برادر خودش با رانت احمدی نژادیان یعنی مشایی و بقایی وام میلیونی و میلیاردی دریافت کرد و شرکت سمگا رو زد و بعد از اون بانک گردشگری رو تأسیس کرد که ما در مستند قبلی گفتیم. بریم تیکه اول اونو ببینیم بیان که آقای جهانگیری همیشه سکوت کرده در خصوص رانت برادرش. بعد هم این سندهای پاداشهای میلیونیش رو به همراه آقای آخوندی وزیر قبلی دولت آقای روحانی نشون شما میدیم برای اولین بار. بار عدالت‌خواهی جهانگیری زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که نام مهدی جهانگیری برادر آقای معاون مطرح می‌شود. مهدی جهانگیری معاون سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت نهم که به دلیل حاشیه‌هایی که ایجاد کرد با اعتراضات مراجع تقلید مجبور به استعفا شد و پس از استعفا شرکتی با عنوان سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا را با 20 میلیارد تومان و با حمایت اسفندیار رحیم مشایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس می‌کند. ظرف مدت کوتاهی 6 شرکت اقماری بزرگ از جمله بانک گردشگری نیز توسط او با سرمایه 600 میلیارد تومانی و با حمایت‌های دولت وقت تأسیس می‌شود. آقای معاون اول که مدعی اتلاف میلیاردها دلار درآمدهای دولت قبلی است، موضعش نسبت به رانت‌های برادرش در دولت قبل چیست؟ بله دیگه، داستان برادر آقای جهانگیری رو دیدید و شنیدید. کسی که میاد پشت تریبون دم از مردم میزنه و قانون میزنه و چه. دو تا سند محرمانه برای اولین بار در رسانه پشت پرده منتشر می‌کنیم. سند اول مربوط هستش به این که آقای جهانگیری سال 89 به دلیل تصمیمات نادرستی که گرفته بوده باعث ضرر 6 میلیارد تومانی میشه و حکم انفصال از خدمت رو دریافت میکنه و حکم هستش که دیوان محاسبات کل کشور منتشر کرد. همین آقای اسحاق جهانگیری که الان معاون اول آقای روحانی و جالبه من موندم که این آدم چجور سال 96 تایید صلاحیت شد و شد کاندیدای ریاست جمهوری، کسی که حکم انفصال از خدمت به دلیل ضرر و زیان‌های 6 میلیاردی دریافت کرده. و از اون بدتر در سالهای 1382 تا سال 1386 آقای اسحاق جهانگیری به همراه آقای عباس آخوندی که وزیر راه و شهرسازی دولت آقای روحانی بودن عضو هیئت مدیره شرکت صدرا بودن که قراردادهای میلیونی و میلیاردی بسته شده بوده و هر دو پاداش‌های میلیونی دریافت کردن. و با توجه به اینکه شرکت صدرا دارای ضرر و زیان بوده و هیچ سودی نکرده، اما این دو شخص به همراه چند نفر دیگه که سندش رو روی تصویر می‌بینید پاداش دریافت کردن. پاداش برای چی؟ چرا آقای جهانگیری نمیاد راجع به این اسناد و مدارک آقای روحانی و فک و فامیلشون نسبت به این موضوعات صحبت بکنه و فقط میگن آقا دولت قبلی بد بود، این بد بود، اون بد بود. این سند دیگه مال شماست، از تو لپ لپ هم در نیومده. بیاد راجع به اینها توضیح بدید و برای مردم صحبت بکنید با چه رانتورابی با چه قدرتی زمینهای نجومی دریافت کردید، شما که دم از مردم و مردم دوست بودن میزنید. سریال اصلاح طلبها ادامه داره و ما به زودی به همه این افراد میپردازیم و از هر آن کسی که سند و مدرک به دستمون برسه منتشر میکنیم بدون هیچ تعارف و رو درواسی و خط قرمز. لطفا ویدیوها رو اشتراک بذارید برای دوستان خودتون که متوجه بشن پشت پرده این اتفاقات کثیف و رانت و لابی ها چی هستش. حتما کانال یوتیوب برای پشت پرده رو اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای ما حتما کامنت بذارید. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. بقیه موضوعات هم میمونه برای قسمت بعدی چون خیلی گله کردن که تایم برنامه زیاده. به بابک زنجانی هم به زودی میپردازیم که آقای جهانگیری چندین بار بهش پرداخته بود و صحبت کرد راجع به پول نفت و سایر موضوعات، اون رو هم به زودی خواهیم پرداخت. مرسی که تا این لحظه با ما بودید.